اینجا اگر کسی بیاری بعد مثلا بخوای بگی خب حالا بیا بریم ویلاه، دارم میگه خب اونجا چه خبره. Make the ground shake. اون فکرها، دیتیل‌ها باید انجام بشه. ما اونا رو به شما به صورت سه‌بعدی نشون دادیم و اینجا شما حضور داشتین، طرح‌ها رو که ارائه دادم. شما یه بار اون موقع اینجا بودین، رفتیم و الان اومدین، درسته؟ تو این پروسه اصلا اینجا نبودین، حضور نداشتین. و این ما با عکسایی که میفرستادید البته حال می‌کردیم. توی این طراحی‌ها علایق خودتون رو بروز دادید و وقتی که میان نگاه میکنید این رو ببینید که این سنگ مرمرها با رنگ این مبلمان و رنگ این پرده ها، یعنی بعد از مدت من دارم یه چیزی کشف میکنم. خیلی چیزا هست. خیلی چیزا هست. مثلا رنگ این فرش ها و رنگ اون فرش ها و رنگ این دیوار. نه. خب اینا مواردی هست که اصلا آدم تو ذهنش نمیرسه، هی میشینه هی به زیبایی هاش اضافه میشه.